ژاپن برای چهارمین بار اقدام به تخلیه آبهای آلوده به رادیواکتیو در اقیانوس کرد. این در حالی است که این اقدام در گذشته با اعتراض همسایگان این کشور همراه بوده است. اپراتور نیروگاه هسته‌ای شماره 1 فوکوشیما که به شدت آسیب دیده، چهارمین دور از رهاسازی آب آلوده به رادیواکتیو به داخل اقیانوس را از روز چهارشنبه آغاز کرده است. در ماه اوت گذشته دولت ژاپن آبهای آلوده را به دریا تخلیه کرد و اعتراضات و مخالفت‌ها را هم نادیده گرفت. توکیو باید مسئولیت این کار را بپذیرد. به گفته کارشناسان، همانند 3 دور قبلی در مجموع 7800 تن آب آلوده رادیواکتیو در طی یک دوره 17 روزه در اقیانوس آرام تخلیه خواهد شد. همچنین یک گروه شهروندی در استان کاناگاوا ژاپن با پخش یک فیلم مربوط به فوکوشیما مخالفت خود را با تخلیه فاضلاب آلوده به هسته‌ای از نیروگاه فوکوشیما اعلام کرده است. این فیلم نارضایتی ماهیگیران فوکوشیما را از رویکرد دولت برای رسیدگی به فاضلاب آلوده به تصویر می‌کشد. با وجود نگرانی‌های بین‌المللی و مخالفت‌ها، ژاپن بیش از 23,000 تن آب آلوده به مواد هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما را به اقیانوس تخلیه کرده و خطر آلودگی را به سراسر جهان گسترش داده است. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم از ژاپن خواست فوراً تخلیه آب‌های آلوده به هسته‌ای را به اقیانوس متوقف کند. اقیانوس متعلق به همه افراد روی زمین هست، نه فقط شرکت برق توکیو. اونها به ادعای اینکه مواد رادیواکتیو ایمن هست اون رو به اقیانوس تخلیه میکنن، در حالی که اشتباهه. در سال گذشته نیز ژاپن با وجود مخالفت شدید جامعه بین‌المللی تخلیه آب آلوده هسته‌ای این نیروگاه در دریا را آغاز کرد. کارشناسان و متخصصان معتقدند تخلیه آبهای آلوده به دریا بر سلامت همه مردم، محیط زیست دریایی جهانی و منافع عمومی و بین‌المللی تأثیر گذاشته و ژاپن باید نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی را جدی گرفته و در این خصوص اقدام مسئولانه و سازنده اتخاذ نماید. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.